سلام، من بابک بخشیم و این پنجمین قسمت از بازاربانه. ویدیوکست بازاربان دوشنبه ها پخش میشه که توی اون من سعی میکنم مختصر و مفیدترین گزارش ممکن از هفته گذشته رو ارائه بدم در مورد رویدادهای مهم بازارهای مالی، شرکت‌ها و اقتصاد بین‌الملل، با تاکید و تمرکز بیشتر روی شرکت‌ها و اقتصاد آمریکا. توی سه قسمت اول بازاربان به خاطر اینکه موعد گزارشات فصلی شرکت‌ها بود، گزارش تعداد زیادی از شرکت‌ها رو مرور کردیم و وضعیتشون رو بررسی کردیم. قسمت چهارم بازاربان رو به اولین قسمت از سواد مالی و سرمایه‌گذاری اختصاص دادیم و بخش خوبی از مقدمات ارزش‌گذاری و سنجش اینکه چجوری بفهمیم یه شرکت، یه بیزنس نسبت به رقباش چقدر میارزه رو مرور کردیم. حالا این قسمت رو میخوام به رویدادهای کلانتر این چند هفته در اقتصاد آمریکا بپردازم. از اقتصاد خرد و سطح شرکت‌ها شروع می‌کنم و به اقتصاد کلان میرسم. اقتصاد خرد 1. گرگ ابل و فصل جدید برکشایر هاثاوی. یکی از جالب‌ترین اتفاقات سه ماهه دوم سال 2026 تغییر محسوسی بود که در رفتار سرمایه‌گذاری شرکت برکشایر دیدیم. برکشایر شرکت سرمایه‌گذاری و هلدینگ چند رشته‌ای وارن بافت با اندازه بازار $1 تریلیون و PE 12. گرگ ابل که از ابتدای سال 2026 جایگزین یا جاینشین وارن بافت مدیرعامل برکشایر شده، ظاهراً بالاخره شروع کرده بخش قابل توجهی از اون حجم عظیم نقدینگی برکشایر رو وارد بازار کنه. در سه ماه دوم 2026 برکشایر حدود $23.5 میلیارد سهام خرید و فقط حدود $3.7 میلیارد سهام فروخت. یعنی در مجموع نزدیک به $20 میلیارد خالص خریدار سهام بود. اتفاقی که بعد از 14 فصل متوالی فروش خالص سهام عجیب بود. یکی از مهمترین خریدهای اون آلفابت یعنی شرکت مادر گوگل بود. برکشایر در فصل 2 2026 با اضافه کردن $10 میلیارد آلفابت به وزن سبدش اون رو به $48 میلیارد رسوند. نکته جالب اینه که خود وارن بافت گفته این سرمایه‌گذاری در اصل ایده خودش بوده، بنابراین نباید همه این تصمیم رو به گرگ ابل نسبت بدیم. حرکت مهم دیگه خرید یا تملیک شرکت خانه‌سازی تیلور موریسون بود. معامله حدود $6.8 میلیارد. برکشایر در کنار اون روی شرکت‌های خانه‌سازی دیگه‌ای مثل لنار و دی آر هورتون هم سرمایه‌گذاریش رو بیشتر کرد. هاوزینگ بخشیه که برکشایر در موردش از قبل دانش صنعت داره. از طرف دیگه برکشایر در فصل دوم حدود $4.5 میلیارد و در ماه جولای هم حدود $3.3 میلیارد از سهام خودش رو بازخرید کرد. به این کار میگن شیر بای بک که معمولا نشونه اطمینان مدیریت شرکت از ارزون بودن نسبی قیمت سهم شرکت خودشونه. در نتیجه حجم نقدینگی برکشایر از حدود $380 میلیارد به حدود $365 میلیارد کاهش پیدا کرد. چرا $15 میلیارد؟ چون $20 میلیارد خرج سهام کرد خالص و $5 میلیارد هم دیویدند یا سود تقسیمی دریافت کرد. پس اگر بخوایم خیلی ساده جمع‌بندی کنیم، برکشایر داره از دوره‌ای که بیشتر منتظر فرصت‌های مناسب و انباشته کردن نقدینگی بود، وارد دوره‌ای میشه که در اون سرمایه رو کمی بیشتر به کار میگیره. البته که این از قبل هم تا حدی قابل پیش بینی بود، طوری که بعضیا میگفتن این حجم از جمع کردن نقدینگی بی سابقه توسط بافت همش به خاطر گران بودن قیمت سهام نیست، بخشش هم احتمالاً به خاطر تحویل دادن مدیریت این شرکت سرمایه‌گذاری در انتهای 2025 به گرگ ابله و اینکه بافت خودش هم بارها گفته بود که من صنعت آیتی رو خیلی خوب نمیشناسم و شرکتایی که صنعت و بیزنسشون رو خوب نفهمم نمیخرم. البته این خریدهای جدید به معنی فاصله گرفتن کامل ابل از فلسفه بافت نیست. فلسفه صبر طولانی در مواقع گرونی بازار و چارچوب سرمایه‌گذاری ارزشی. هنوز هم خریدها عمدتاً روی کسب و کارهای بزرگ جا افتاده و شناخته شده متمرکزن. ولی به نظر میرسه با ورود ابل، برکشایر دیگه نمیخواد حجم خیلی بزرگی از سرمایه رو برای مدت نامحدود بلا استفاده نگه داره. ابل قرار نیست یه دفعه مثل یه سرمایه‌گذار تهاجمی رشدی رفتار کنه. خریدهای برکشایر همچنان روی شرکت‌های متمرکزه که ویژگی‌های مشخص و قابل تشخیصی دارن. آلفابت، اکوسیستم بسیار قدرتمند، تولید نقدینگی بالا و فرصت‌های رشد در حوزه‌های هوش مصنوعی و کلاود. تیلور موریسون، دارایی‌های فیزیکی و ملموس به علاوه تجربه و تخصص قبلی برکشایر در صنعت مسکن یا هاوزینگ مارکت. لنار و دی آر هورتون، مقیاس بزرگ و قرار گرفتن در معرض بازار مسکن. دلتا ایرلاینز، یک کسب و کار جا افتاده با پتانسیل تولید جریان نقدی یا کش فلو مناسب. در عین حال برکشایر فقط شروع به خرید سهام نکرده، چند تا از موقعیت‌های قبلیش رو هم کاهش داده. میسیز، بانک آف امریکا، کپیتال وان و کانستلیشن برندز.
یعنی استراتژی اپل بیشتر به شبیه انتخاب دقیق فرصت‌ها و جابجایی سرمایه در زمان گرونی بازار، نه اینکه صرفاً چون بازار ارزون شده و فرصت‌های زیاد ایجاد کرده برکشایر شروع کنه به خریدن همه چیز. به نظر مهمترین سوال برای سرمایه‌گذاران در این مورد اینه که آیا این فقط یک دوره کوتاه استفاده از نقدینگی انباشته شده است یا اینکه برکشایر در دوران اپل قراره به یک سرمایه‌گذار فعالتر تبدیل بشه. خب مورد دوم اقتصاد خرد، انویدیا و 6 بانک وال استریت. انویدیا با 6 تا از بزرگترین نام‌های وال استریت، اپولو، بلک راک، بلکستون، بروکفیلد، گلدمن ساکس و KKR قرار گذاشته ممورندوم آف آندرستندینگ نوشته، همون MOUی که ما ایرانی‌ها جدیداً زیاد شنیدیم، که 500 میلیارد دلار فراهم کنند برای تامین مالی ساخت دیتا سنتر یا مراکز داده. یعنی بستری فراهم بشه که هر کدوم از مشتریان انویدیا که میخوان از چیپ‌های انویدیا استفاده کنن ولی سرمایه کافی برای ساخت مراکز داده بزرگ اختصاصی خودشون رو الان ندارن، ولی میدونن اگر مراکز داده رو بسازن میتونن از محل درآمدش در آینده بهره وامش رو بپردازن، بتونن از این راه وام بگیرن و مراکز داده اختصاصی خودشون رو بزنن. ساده سازی فرآیندش این شکلی میشه: یک، این 6 شرکت یا بانک بخشی از پول سرمایه‌گذارانشون رو به انویدیا میدن. 2، انویدیا در ازای اون پول مراکز داده میسازه و میده به بانک. 3، بانک مراکز داده رو به مشتریای انویدیا اجاره به شرط تملیک یا همون لیز میده. 4، مشتری یا خریدار دیتا سنتر در ازای مرکز داده به بانک قسط میده، اقساط اجاره به شرط تملیک. 5، بانک هم کارمزد خودش رو برمی‌داره و اقساط رو مثل درآمد اجاره ملک میده به سرمایه‌گذاراش. انگار سرمایه‌گذاران بانک یک جور اوراق بدهی یا اوراق با درآمد ثابت یا اوراق قرضه یا اوراق رهنی خریدن. یه پولی قرض دادن و بابت اون درآمد ثابت دریافت میکنن. خود مرکز داده هم مثل ملک تحت وثیقه بانک میمونه تا اگر یک زمان مشتری خریدار دیتا سنتر نتونست از پس بازپرداخت قسط‌هاش تا آخر بر بیاد، بانک دیتا سنتر رو بفروشه و پول سرمایه‌گذار رو پس بده، که در این صورت برای بازار هوش مصنوعی خیلی بد میشه. درسته، ظاهر ماجرا آدمو یاد اوراق رهنی یا مورگیج بک سکیوریتیز یا MBS میندازه، ابزاری که نقش مهم و اساسی در سالهای 2005 تا 2007 در دمیدن در حباب ملک آمریکا ایفا کردن. به همین خاطر و به خاطر رقم بالای این قرارداد انویدیا و 6 بانک سرمایه‌گذاری، سوالی که این روزا زیاد پرسیده میشه اینه که آیا این موضوع خطرناکه؟ کار بدیه؟ برای بازار سهام و اقتصاد هوش مصنوعی آمریکا ضرر داره؟ جوابش اینه که نه. این کار به خودی خودش هیچ ضرری نداره. به این کار به صورت کلی میگن اوراق بهادارسازی یا سکیوریتیزیشن، که از دهه 70 میلادی رواج پیدا کرد و توی یک اقتصاد پیشرفته کاپیتالیستی خیلی هم خوب کار میکنه. نکته که باید بهش توجه کرد اینه که توی حباب گرفتن املاک و مستقلات در آمریکا طی سالهای منتهی به 2007 MBS Mortgage Backed Securities فقط یک ابزار بود، نه یک عامل و دلیل. عوامل مشکلات سیستماتیک تری بودن، مثل رگولیشن یا تنظیمگری ضعیف اون زمان فدرال رزرو بر بانک‌ها، سیستم بانکی و مخصوصا شرکت‌های عجیب و غریب خصولتی مثل فنی می و فردی مک. اهرم بالای بانک‌ها مثل بانک سیتی گروپ که الان اهرم مالی حدود 10 داره، اون زمان اهرم مالی حدود 40 داشت، و یک سری تضاد منافع و عدم شفافیت مثلا در شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری مودیز و S&P و فیچ، که الان هیچ کدوم از اینها در اون شرکت‌ها و در سیستم بانکی وجود نداره. تنها مشکل تجارت هوش مصنوعی آمریکا اینه که همونطور که قبلا گفتم زیادی به سلامت مالی انتروپیک و اوپن ای آی وابسته شده، که برای اون هم باید صبر کنیم تا این دو شرکت ارز اولیه بشن و داده‌های مالیشون شفاف و جزئیات بیان بیرون. مورد سوم اقتصاد خرد، پارادوکس گوگل و تئوری اینترنت مرده. حالا برسیم به دو مفهوم مرتبط که این روزها با گسترش هوش مصنوعی بیشتر دربارشون صحبت میشه. پارادوکس گوگل به یک تناقض اشاره میکنه. گوگل برای بهتر کردن تجربه جستجو باید جواب رو سریع و مستقیم به کاربر بده، اما هرچه بیشتر این کار رو انجام بده کاربر کمتر روی لینک ها کلیک میکنه و در نتیجه ممکنه مدل تبلیغاتی خود گوگل آسیب ببینه. از طرف دیگه تئوری اینترنت مرده میگه بخش بزرگی از فعالیت اینترنتی دیگه توسط انسان‌های واقعی انجام نمیشه و بات‌ها، الگوریتم‌ها و محتوای تولید شده توسط ماشین‌ها سهم بزرگی توی تولید محتوا پیدا کردن. ارتباط این دو موضوع جالبه. هرچی اینترنت پر از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی بشه، پیدا کردن محتوای اصیل، اورجینال و انسانی سخت‌تر میشه.
در نتیجه ممکنه اینترنت از نظر تعداد محتوا بزرگتر بشه ولی از نظر کیفیت، تنوع و تجربه انسانی فقیرتر بشه. و شاید این بزرگترین پارادوکس باشه. AI با استفاده از محتوای اینترنت آموزش می‌بینه، بعد خودش محتوای جدید تولید می‌کنه و همون محتوا دوباره وارد اینترنت میشه. یعنی اینترنت کم کم داره تبدیل به اکوسیستمی میشه که ماشین‌ها برای ماشین‌ها محتوا تولید می‌کنن. این دو میشن پارادوکس گوگل و تئوری اینترنت مرده، دو معمای باحال که این روزها موضوع بحث بعضی از تحلیلگرا شده. گوگل برای سود رسوندن به محصول هوش مصنوعی خودش در حال کشتن اینترنته. برای اولین بار در تاریخ امسال ربات‌های هوش مصنوعی ترافیک وب بیشتری از انسان‌ها ایجاد کردن، 57% به 43%. به همین خاطر به نظر میرسه که تئوری اینترنت مرده یک جورایی درست بود. اما برای درک اینکه چه خبره، باید برگردیم به این سوال که گوگل از اساس چجوری کار میکنه. گوگل چطوری پادشاه جستجوی اینترنتی شد؟ با یک معامله زیرکانه با هر کسی که یه وبسایت ساخته بود. اینکه اون سازنده وبسایت به گوگل اجازه بده که توی وبسایتش کرال کنه یا صفحاتش رو دانلود و جمع‌آوری کنه و در ازاش گوگل خواننده ها رو برگردونه بفرسته به اون وبسایت. اما الان این داد و ستد جور دیگه به نظر میرسه، حالا که گوگل خودش جواب‌های هوش مصنوعی رو مستقیما میذاره توی نتایج جستجوش. کرالر گوگل که هم برای جواب‌های هوش مصنوعی خودش و هم نتایج جستجوی سنتی محتوا رو جمع‌آوری میکنه، محتوای خیلی بیشتری از رقباش مثل چت جی پی تی میبینه. 3 برابر محتوا بیشتر از چت جی پی تی. این بهش یک مزیت بزرگ در تجهیز امکانات هوش مصنوعیش میده. مدیر عامل کلاودفلر که یک دروازه‌بان ترافیک وب هستش برای حدود 1/5 وب، از گوگل برای تجمیع این سیستم ها با هم انتقاد کرده. اون میگه که این کار بلاک کردن محتوا در برابر استفاده نشدن در جواب‌های هوش مصنوعی گوگل رو برای ناشران سخت کرده. فیچری که مردم رو از وبسایت‌های اونا دور میکنه. اما علاوه بر این عواقب گسترده‌تری هم وجود دارن. اگر هوش مصنوعی همینطور بیشتر و بیشتر وب رو بخونه، خلاصه کنه و بازنویسی کنه بدون اینکه خواننده رو برگردونه به صفحاتی که از ابتدا توسط انسان تولید شده، پس مشوق اقتصادی تولید این اطلاعات اورجینال شروع به محو شدن میکنن. اقتصاد خرد قسمت 4 مانیفست 6500 کلمه مارک زاکربرگ درباره آینده هوش مصنوعی. مارک زاکربرگ در مقاله حدود 6500 کلمه‌ای با عنوان آینده برای همه است، دیدگاهش درباره آینده هوش مصنوعی رو توضیح داده. ایده اصلیش اینه که به جای اینکه هوش مصنوعی قدرتمند سوپر اینتلیجنس در اختیار چند شرکت یا دولت باشه، هر فرد باید یک هوش مصنوعی شخصی و قدرتمند داشته باشه. از نظر زاکربرگ مهمترین کاربرد AI فقط جایگزین کردن انسان‌ها و اتوماسیون کارها نیست، بلکه مهمتر از اون کمک به انسان‌ها برای اختراع و کشف چیزهای جدیده. از دارو و تحقیقات علمی گرفته تا راه اندازی کسب و کارها و خلق آثار جدید. زاکربرگ اسم این مفهوم رو گذاشته پرسونال سوپر اینتلیجنس، یعنی هوش مصنوعی که شما رو بشناسه، اهداف و علاقتون رو بفهمه و بتونه به صورت دائمی در زمینه‌ای مثل کار، یادگیری، سلامت، امور مالی و حتی روابط بهتون کمک کنه. زاکربرگ همچنین معتقد دسترسی به این تکنولوژی باید برای همه ممکن و تا حد زیادی رایگان یا بسیار ارزون باشه. چون اگر فقط تعداد محدودی از شرکت‌ها یا دولت‌ها به ابرهوش دسترسی داشته باشن، قدرت بیش از حد متمرکز میشه. به همین دلیل یکی از مهمترین اصولش توزیع قدرته. هرچه افراد بیشتری به هوش مصنوعی دسترسی داشته باشن، قدرت کمتر در دست چند نهاد متمرکز میشه. از طرف دیگه زاکربرگ نسبت به نگرانی‌های مربوط به نابودی شغل‌ها خیلی بدبین نیست. استدلالش هم اینه که AI علاوه بر حذف بعضی مشاغل و کسب و کارهای کاملا جدیدی هم ایجاد میکنه و حتی تیم‌های کوچیک میتونن با کمک AI شرکت‌های خیلی بزرگتری رو اداره کنن. موضوع مهم دیگه حریم خصوصی یا پرایوسیه. زاکربرگ میگه شرکت متا باید حالتی ایجاد کنه که حتی خود متا هم نتونه به اطلاعات شخصی کاربر دسترسی داشته باشه. چیزی شبیه رمزگذاری سرتاسری واتساپ. در بخش سیاسی و ژئوپلیتیکی هم زاکربرگ از توسعه سریع AI در آمریکا و مدل‌های اوپن سورس و اوپن ویت حمایت میکنه و هشدار میده که ایجاد انحصار بین ارائه دهندگان هوش مصنوعی که معادل مقررات بیش از حده میتونه سرعت نوآوری آمریکا رو کم کنه و به رقبایی مثل چین فرصت بده. اگر بخوایم کل مانیفست رو در یک جمله خلاصه کنیم، زاکربرگ معتقده آینده خوب هوش مصنوعی زمانی اتفاق میفته که ابرهوش سوپر اینتلیجنس به جای اینکه در اختیار چند دولت و شرکت بزرگ باشه، در اختیار میلیاردها انسان قرار بگیره و به هر فرد قدرت بیشتری برای یادگیری، اختراع، کار و ساختن آینده خودش بده. البته منتقدان میگن این دیدگاه تا حدی با منافع تجاری شرکت متا هم همجهته.
چون متا با توزیع گسترده مدل‌های هوش مصنوعی و تمرکز روی AI شخصی میتونه در بازاری که هنوز برنده مشخصی نداره مزیت رقابتی داشته باشه. اگر حرفای زاکربرگ رو به 4 محور اصلی خلاصه کنیم، هر کدوم رو از 2 زاویه میشه دید. چیزی که زاکربرگ بیان میکنه بهش اعتقاد داره و معنایی که اون مفهوم برای کسب و کار متا ایجاد میکنه. 1. استفاده هوش مصنوعی شخصی، فراگیر و گسترده خواهد بود، یعنی متا میلیاردها کاربر هوش مصنوعی میخواد. 2. هوش مصنوعی باید از کانال‌های متنوع توزیع بشه، یعنی برای متا مدل‌های منبع باز و وزن باز از نظر استراتژیک مهم هستند یا میمونن. 3. هوش مصنوعی باید به افراد و کسب و کارهای کوچیک قدرت بده، یعنی متا میتونه لایه توزیع اون باشه. 4. قدرت هوش مصنوعی نباید متمرکز باشه. یک استدلال بر علیه رگولاتوری و تنظیمگری سخیرانه اروپا و آمریکاست. اقتصاد خرد قسمت 5، داونگرید سهام اپل. بانک سرمایه‌گذاری جفریز سهام اپل رو به رتبه آندرپرفورم کاهش رتبه داد و هدف قیمتی خودش رو برای اپل از 285 به 264 دلار کاهش داد، یعنی 15% پایین‌تر از قیمت فعلیش. در بین 51 شرکتی که تحلیل سل ساید از اپل دادن، این رتبه بندی جفریز رو بین تنها 5 شرکتی که رتبه کاهش وضعی و فروش به اپل دادن قرار میده. جفریز برای سهام اپل به 3 پیشران منفی یا درایور یا به اصطلاح 3 باد مخالف هدوین تاکید میکنه. اولیش اینه که با بررسی تامین کننده های اپل، جفریز به این نتیجه رسیده که اپل آیفون تمام شیشه‌ای برای سالگرد 20 سالگی آیفون رو که برای سال 2027 برنامه‌ریزی شده بود کنسل کرده، چون معلوم شده که تولید مقیاس بالای اون خیلی دشوارتر از برآورده، چیزی که ممکنه باعث عقبگرد تلاش اپل برای افزایش قیمت آیفون در مواجهه با افزایش هزینه چیپ و حافظه باشه. و دومی که جفریز میگه فقط مدل آیفون 19 پرو مکس، مدلی که سال بعد عرضه خواهد شد، ممکنه بتونه از 12 گیگ به 16 گیگ رم ارتقا پیدا کنه و این رو یک نشونه از این میبینه که هوش مصنوعی اپل هنوز اونقدر قدرتمند نشده که بتونه یک ارتقای گسترده چیپ و حافظه رو در قیمت‌های فعلی توجیه کنه. و مورد سوم، ریسک به جلو روندن تقاضا. اپل چند هفته قبل قیمت معاوضه آیفون 17 رو در آمریکا بازار دست دوم بالا برد، کاری که جفریز میگه میتونه الان فروش آیفون 17 رو افزایش بده ولی بعداً فشار بیشتری روی فروش آیفون 18 بیاره. این 3 استدلال دلایلی بودن که جفریز برآورد خودش از چشمانداز سود 2028 و 2029 اپل رو کاهش بده. خب حالا اقتصاد کلان. قسمت اول، فروشنده سهام شدن مایکل بری. چند جمله راجع به تحلیل مایکل بری، سرمایه‌گذار معروفی که نقشش رو کریستیان بیل توی فیلم The Big Short بازی کرد. اولین کسی که GFC یا بحران مالی 2008 رو از سال 2005 تشخیص داد و کسی که شاید اولش از این پیشبینی بیشترین ضرر رو و آخرش بیشترین سود رو برد. مایکل بری از آخرای 2025 راجع به قیمت سهام مرتبط با هوش مصنوعی خیلی بدبین شده و از اون موقع تا الان کم کم داره به موقعیت‌های فروش استقراضیش، یعنی شورت سلینگ، روی سهامی مثل انویدیا، پلنتیر، تسلا، ماکرون، اپلاید متریالز، ETF ساکس و شاخص نزدک اضافه میکنه. بری این تز خودش رو با استدلال نگران کننده بودن تأمین مالی چرخشی درون صنعت هوش مصنوعی شروع کرد، با استدلال طولانی کردن عمر مفید هزینه‌های سرمایه‌ای در گزارشات مالی این شرکت‌ها از 3 به 5 سال برای کمتر گزارش کردن هزینه استهلاک و بیشتر نشون دادن سود ادامه داد. به خارج از ترازنامه ثبت کردن آف بالانس شیت یک بخشی از تعهدات مالی متا هم اشاره کرد و اخیراً به استدلال‌هاش این نکته رو هم اضافه کرد که شرکت‌های تکنولوژی به طرز فزاینده‌ای دارن از اختیار خرید سهامشون به عنوان پاداش‌های هنگفت برای مدیرانشون استفاده می‌کنن، روشی که باعث میشه دستمزد اونها فعلا توی هزینه‌ها نیاد و در نتیجه اون بری این افزایش سودآوری شرکت‌های تک رو به صورت غیر طبیعی متورم می‌بینه، طوری که میگه طبق محاسباتش PE S&P 20 نیست 25. نظرم در مورد تحلیل بری اینه که در جزئیات باید بری رو شنید. در مورد بعضی از این استدلال‌هاش ممکنه حق کاملا با اون باشه یا اینکه داره بعضی نگرانی‌ها رو بزرگتر از چیزی که هست می‌بینه. این رو باید صبر کنیم زمان مشخص کنه، ولی در کلی بینی و دید کلان به نظر میاد که نقطه قوت زیادی نداره. بری این نکته مهم رو توجه نمی‌کنه که بازار سهام آمریکا به طور کلی رشد می‌کنه، هم رشد اسمی هم رشد حقیقی. این یک دارایی مولد و نماینده قوی‌ترین اقتصاد دنیاست
به جنگ اون رفتن و زمان بندی کردن اصلاح قیمتیش میتونه فرسایشی، خطرناک و کشنده باشه. هر سرمایه‌گذار و تحلیلگر بزرگی که نظراتش رو دنبال می‌کنیم که کار خوبی هم هست، حواسمون باید باشه که مدل سرمایه‌گذاریش و تیپ شخصیتیش رو هم به مرور به خاطر بسپاریم و نظراتش رو از اون لنز ببینیم و بشنویم. مثلا جدا از حرکت‌های خفنی که بری در کشف بعضی از جزئیات زده، اینجا چند مثال از عجول بودنش در کشف حباب یا علاقه‌اش به شنایع خلاف جهت رو میارم. مثلا فوریه 2021 که شاخص S&P 3800 واحد بود، مایکل بری توی توییتر اگه اشتباه نکنم اکس هشدار داد که بازار داره روی لبه تیغ میرقصه. S&P تا 4600 واحد رفت. بعدش در سال 2022 هم همزمان با افت بازارها چندین بار دیدگاه خیلی بدبینانه‌ای درباره بازار مطرح کرد. S&P تا 3600 هم پایین اومد ولی بری اونجا خوشبینی مطرح نکرد. نوامبر 2022 هم که چت جی پی تی به طور عمومی برای اولین بار معرفی شد، S&P حدود 4000 واحد بود. 31 ژانویه 2023 S&P 4100 واحد شد. بری توییت کرد سل، بفروشید. منظورش کل سهام بود. 13 مارس 2023 گفت بحران بانکی ممکنه خیلی سریع برطرف بشه و خودش خطر واقعی خاصی نمیبینه. 30 مارس 2023 صراحتاً اعتراف کرد اشتباه کردم که گفتم بفروشید. S&P هنوز 4100 واحد بود. یعنی بری به خاطر تلاشش برای زمانبندی اقتصاد کلان که جزو نقاط قوتش نبود، نتونست مثل خیلی از سرمایه‌گذارای همرده خودش از فرصت اصلاح بزرگ بازار بین 2021 تا 2023 برای سنگین کردن در پایین‌ها استفاده کنه. ولی حداقل این تبحر رو داشت که سریع نظرش رو عوض کنه و 10% بالاتر دوباره سوار شه. بری از اون موقع تا سپتامبر 2025 خیلی محتاطانه کمی سهام عمدتاً تدافعی داشت و بخشی از رشد بزرگ بازار طی این دوره عجیب و غریب رو از دست داد. قسمت دوم اقتصاد کلان، آمار اقتصادیه. 12 آگوست آمار تورم مصرف کننده اومد. CPI Consumer Price Index، شاخص قیمت مصرف کننده. اگر از این شاخص غذا و انرژی که نوسانات ماهانه بالایی دارن رو بیرون بکشیم، کور CPI یا شاخص هسته قیمت مصرف کننده به دست میاد. برای ماه جولای کور CPI ماهانه 0.2% تورم رو نشون داد و CPI سالانه هم 3.5% تورم. 13 آگوست هم آمار تورم تولید کننده آمریکایی گزارش شده. PPI Producer Price Index، شاخص قیمت تولید کننده. کور PPI ماهانه 0.2% تورم رو برای این ماه نسبت به ماه گذشته نشون داد و PPI سالانه هم 4.7% تورم تولید کننده. آمار 14 آگوست ترازنامه فدرال رزرو از 6.760 به 6.746 تریلیون دلار کاهش پیدا کرد. شاخص خرده فروشی ریتیل سیلز تغییر در ارزش دلاری کل فروش در سطح خرده فروشی رو اندازه‌گیری می‌کنه. این شاخص مهمترین شاخص هزینه‌های مصرف کننده است که بخش مهمی از کل فعالیت‌های اقتصادی رو تشکیل میده. بخش قدرت مصرف خانوار یا مصرف کننده که قبلا گفتیم در کنار مصرف بیزنس‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی تصویر خوبی از گردش چرخ اقتصاد یا رکود رو نشون میده. آمار خرده فروشی ماه جولای در ابتدا کاهش زیاد 6% رو نشون میده، اما وقتی که تأثیر کاهش قیمت گاز رو بیرون میکشیم عدد منفی 0.2% رو نشون میده و وقتی به شاخص سالانه‌اش نگاه میکنیم همچنان نزدیک مثبت 5%. Overall Net Capital Flow گزارش شد. ورود پول به اقتصاد آمریکا در ماه جولای 133 میلیارد دلار بود که در سطح نرماله. شاخص قیمت واردات آمریکا امسال 5.9% افزایش پیدا کرده، در حالی که شاخص قیمت صادرات این کشور 8.2% افزایش پیدا کرده. نرخ بهره برداری از ظرفیت آروم آروم رو به بالا حرکت کردنه و به سطح 76% برگشت. ذخایر نفت خام 4.5 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد در ماه گذشته، از اونجا که آمریکا دیگه مثل دهه‌های قبل وارد کننده نفت نیست و خودش روزی 13.5 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، اهمیت این متغیر ذخایر استراتژیک کم شده و تغییرات 10 میلیون بشکه‌ایش بیشتر به درد تیترهای خبری میخوره. و آخرین آمار این بخش S&P PMI یا شاخص مدیران خرید برای بخش تولید صنعتی عدد 53.2 گزارش شد و برای بخش خدمات عدد 56.8 که اعداد بالای 50 انتظار رشد نشون میدن. اقتصاد کلان قسمت سوم، مداخله آمریکا و ژاپن برای تقویت ین. یکی از اتفاقات مهم بازارهای ارز در اواخر جولای 2026 مداخله مشترک آمریکا و ژاپن برای حمایت از ین بود. ین تا محدوده 164 ین در برابر هر دلار تضعیف شده بود. سطحی که تقریباً
پایین‌ترین ارزش ین در 40 سال اخیر محسوب می‌شد. ژاپن شروع کرد به فروختن دلار و خریدن ین تا جلوی سقوط بیشتر ارزش پولش رو بگیره. این بار اما یک اتفاق غیرمعمول افتاد. خزانه‌داری آمریکا هم در این عملیات با ژاپن همکاری کرد. اولین همکاری مستقیم از این نوع بین دو کشور از سال 1998 تا الان. بعد از این مداخله دلار از بالای 163 ین به حدود 155 سقوط کرد. یعنی ین در مدت کوتاهی به شدت تقویت شد. اما چرا آمریکا وارد ماجرا شد؟ یک دلیل مهم این بود که ین خیلی ضعیف شده بود و باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی در ژاپن مخصوصا انرژی شده بود. ین ضعیف ژاپن در حال تبدیل شدن به یک مشکل اقتصاد بین الملل بود. چیزی که بهش میگن کری ترید، یعنی ین ارزون قرض گرفتن و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه از جمله آمریکا و طلا. از طرف دیگه آمریکا هم علاقه‌ای نداشت که دلار در برابر ین بیش از حد قوی بشه، چون این موضوع به رقابت‌پذیری تولید کنندگان آمریکایی آسیب میزنه. ولی شاید مهمترین نکته بازار اوراق قرضه آمریکا بود. ژاپن یکی از بزرگترین دارندگان اوراق خزانه آمریکاست. تریژری بانز. اگر ژاپن برای حمایت از ین مجبور میشد مقدار زیادی از این اوراق رو بفروشه، میتونست باعث افت قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره آمریکا بشه. به همین دلیل یکی از برداشت‌ها اینه که آمریکا می‌خواست به ژاپن کمک کنه تا بدون ایجاد فشار بیشتر روی بازار اوراق قرضه آمریکا ین رو تقویت کنه. حتی گزارش‌های منتشر شد که آمریکا به جای فروش دلار یورو فروخته و با اون ین خریده. روشی که کمک می‌کرد فشار کمتری به بازار اوراق قرضه آمریکا وارد بشه. اما یک مشکل اساسی همچنان وجود داره: اختلاف نرخ بهره آمریکا و ژاپن. تا وقتی سرمایه‌گذارها میتونن در آمریکا بازدهی بالاتری نسبت به ژاپن بگیرن، فشار برای ضعیف موندن ین همچنان وجود داره. بنابراین مداخله میتونه در کوتاه مدت مؤثر باشه، ولی برای تغییر پایدار روند ین احتمالاً سیاست پولی ژاپن هم باید تغییر کنه. خلاصه ماجرا: آمریکا این بار فقط برای کمک به ژاپن وارد بازار ارز نشد. به نظر میرسه یکی از نگرانی اصلی واشنگتن این بود که ضعف شدید ین در نهایت ژاپن رو مجبور به فروش اوراق خزانه آمریکا کنه و فشار بیشتری روی بازار اوراق آمریکا بذاره. اقتصاد کلان قسمت 4: 2 برابر شدن تقاضای اوراق بلند مدت و عرضه اوراق کوتاه مدت توسط خزانه‌داری در حراج اوراق قرضه. خبر مهم اقتصاد کلانی دیگه‌ای که باید مطرح کنیم این بود که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت کسری بودجه‌ای که اخیراً به خاطر بازگرداندن بخشی از تعرفه‌ها آسیب دیده، به زودی توسط درآمدهای تعرفه‌ای جدید بهبود پیدا می‌کنه. بسنت همچنین گفت که فشار تأمین مالی هوش مصنوعی بر روی اوراق کاهش پیدا خواهد کرد و کابینه در حال کار کردن روی مسائل مربوط به درآمد و خرج‌کردن دولت. توضیح ساده برای این حرکت بسنت اینه که جهان در حال رفتن به عصر جدیدی است، نیاز به سرمایه از سمت مراکز داده، ارتش و بازسازی زیرساخت هاست. درآمد دولت آمریکا به 5 تریلیون دلار رسیده، در حالی که مخارجش به 7 تریلیون دلار رسیده. کسری بودجه به 2 تریلیون دلار رسیده. اندازه ترازنامه فد در حال حاضر 6.7 تریلیونه که 4.5 تریلیون دلارش اوراق بلند مدته. همچنین اسکات بسنت چهارشنبه هفته پیش گفت که از سپتامبر تا نوامبر خزانه‌داری قرار خریدش از اوراق بلند مدت رو از 2 به 4 میلیارد دلار افزایش بده در هر عملیات بازار باز، که نرخ بازده اوراق 10 ساله رو که گفته بودم مهمترین شاخص بازار پایین بکشه. نرخی که از شروع جنگ ایران 70 واحد پایه افزایش پیدا کرده. از طرف مقابل خزانه‌داری برنامه داره اوراق کوتاه مدت بیشتری منتشر کنه. صحبت اسکات بسنت مبنی بر افزایش 2 برابری خرید اوراق بلند مدت توسط خزانه‌داری ابتدا چهارشنبه باعث افزایش قیمت اوراق بلند مدت، یعنی کاهش بازدهی اون شد، ولی از پنجشنبه روند اوراق دوباره معکوس شد و به حالت قبلش بازگشت به خاطر برآورد کوتاه مدت بودن تاثیر این حرکت. البته که از نگاه بیشتر تحلیلگران قیمت نفت مهمترین پیشران بهره اوراق قرضه بود و بیت کوین چهارشنبه 3 ساعت بعد از این خبر اسکات بسنت بالا رفت، که نشون میده دلیل افزایش بیت کوین جلسه کریپتویی بود که ترامپ شرکت کرد و محرک رشد بیت کوین شد. اقتصادگران قسمت 5 رسانه‌های مالی تیتر زدن که بدهی ملی آمریکا از مرز 40 تریلیون دلار گذشت. آخرین داده‌های وزارت خزانه‌داری نشون میده که تا 18 آگوست کل بدهی عمومی دولت ایالات متحده اکنون 40 تریلیون دلاره. این در حالیه که پیش بینی میشه کسری بودجه سالانه ایالات متحده تا پایان سال مالی دولت در 30 سپتامبر به 2.1 تریلیون دلار برسه. اما باید توجه کنیم که همه چیز
نسبی هستن. بدهی یک کشور رو هم باید به نسبت به تولیدش سنجید. اگر بدهی‌های داخلی دولتی رو از کل 40 تریلیون دلار بدهی ملی آمریکا کم کنیم، به رقم دقیق‌تر 32 تریلیون دلار برای چیزی که بهش میگن بدهی دولت به عموم میرسیم. و اگر اون رو به جی دی پی آمریکا تقسیم کنیم به یه چیزی حدود 120% میرسیم. عوامل بدهی. گزارش اخیر دفتر بودجه کنگره نشون میده که چگونه بدهی و کسری فزاینده به این زودی‌ها معکوس نخواهند شد و نشون میده که درآمدهای دولت در سال گذشته 3% افزایش یافته که با هزینه‌هایی که 5% افزایش یافته همخوانی نداره. دفتر بودجه کنگره خاطر نشان کرد که یکی از عوامل اصلی افزایش بدهی افزایش هزینه‌های برنامه‌هایی مثل تامین اجتماعی و مراقبت‌های درمانی با افزایش سن جمعیت و همچنین پرداخت سود خود بدهی‌های قبلیه. هزینه بهره بدهی ملی به شدت افزایش یافته. از سال 2024 همزمان با افزایش نرخ بهره، هزینه بهره بدهی دولت آمریکا از هزینه‌های دفاعی هم فراتر رفته و اکنون 15% از کل هزینه‌های دولت ایالات متحده رو تشکیل میده. به عبارت دیگه بیش از $1 از هر $7 هزینه شده توسط دولت فدرال صرف پرداخت بدهی میشه. دلایل ریشه‌ای این کسری بودجه جدا از ذات بشر و ذات دولت و خاصیت دموکراسی مستقیم به دهه‌ها رفتار مشابه در دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه با وعده‌های هر دو حزب برای کنترل اون برمیگرده و تا زمانی که این خطر برای رای دهنده آمریکایی تبدیل به یک مسئله اساسی و مطالبه مهم نشه، احتمالاً پیدا کردن یک راه حل جدید و برای اولین بار در تاریخ حکومتداری مدرن و دموکراتیک حل نخواهد شد، چون به قول وارن بافت دولت‌ها در تمام دنیای مدرن جوری ساخته شدن که ذاتاً به سمت کسری بودجه حرکت می‌کنن. این مسئله شاید هم یک راه حل خیلی ساده مثل پیشنهادی که یک بار بافت همراه با شوخی مطرح کرد داشته باشه، مثل اینکه هر زمان کسری بودجه یا بدهی دولت نسبت به تولیدش از یک سطحی بالاتر رفت، نمایندگان کنگره اون دوره دیگه نتونن برای دوره بعد نامزد انتخابات بشن. دونالد ترامپ چندین بار گفته که سیاست‌های او به ویژه تعرفه‌ها کسری بودجه و بدهی‌های بلند مدت رو از بین میبره، اما تا اینجا که فعلا هر دوی اونها تحت ریاست جمهوری اون بالا رفتن. البته که هنوز برای قضاوت کمی زوده. درآمدهای تعرفه‌ای حتی در ماه‌های اخیر منفی شدن، چون بازپرداخت‌های تعرفه به دستور دادگاه از وصولی‌های اون پیشی گرفتن. تا زمانی که دولت راه حلی برای کاهش کسری بودجه به حدود 3% جی دی پی پیدا نکنه، نگرانی‌ها در مورد دلار و اوراق قرضه آمریکا و کلاً فیات کارنسی و ارزهای دولتی عمده پابرجا باقی میمونه و به قیمت دارایی‌هایی مثل طلا، کامودیتی و فلزات با ارزش، فلزات گرانبها فشار افزایشی وارد می‌کنه. در مورد این قضیه کسری بودجه که منجر به افزایش بدهی آمریکا میشه، مجموع این بدهی‌های معوق یک بهره‌ای دارن که باید پرداخت بشن. به حاصل تقسیم هزینه بهره بدهی به درآمد یک کشور میگن بار بدهی debt burden. ری دالیو بنیانگذار شرکت بریجواتر بزرگترین هج فاند دنیا جدیداً گفته که بار بدهی از نقطه بی بازگشت عبور کرده و اوضاع خیلی خطریه و این حرفا. خوبه که حواسمون جمع باشه، ولی ری دالیو 10 ساله که داره دقیقاً همین جملات رو میگه، تهش هم میگه 10-15% طلا توی سبدتون داشته باشین، ولی هر بار کانال‌های ایرانی که 90% کل سبدشون رو به طلا اختصاص دادن ذوق میکنن. 2. ری دالیو چند ساله که از کار حرفه‌ای مدیریت سرمایه‌گذاری خودش رو بازنشست کرده و شرکت خودش هم بریجواتر توسط 2 تا 3 تا مدیر سرمایه‌گذاری دیگه داره اداره میشه که حرفاشون تکراری و کلی نیست، دقیق‌تر و بروزتره. 3. مشکل بدهی آمریکا جدیه و راه حلش سخت و بیشتر از اقتصادی سیاسیه، ولی مشکل 1 سال و 2 سال دیگه نیست، مشکل 1-2 دهه دیگه است. خب اینم از قسمت 5 بازاربان. در بازاربان تلاش می‌کنیم که تصویر بزرگتر استاک مارکت رو ساده‌تر و شفاف‌تر ببینیم، چون هرچه درک عمیق‌تری از اقتصاد کلان و اقتصاد فناوری داشته باشیم، تصمیم‌های بهتری در بازار خواهیم گرفت. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر این قسمت براتون مفید بود، بازاربان رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا قسمت بعدی آگاه‌تر فکر کنید، دقیق‌تر تصمیم بگیرید و مراقب سرمایه‌تون باشید.